هی سلام، چطور رفقا؟ خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل من. توی این ویدیو اومدیم مستر لیگ بارسا رو ما داشته باشیم. خودتون میدونید بعد اومدن هانس فیلیک بارسا میگن که خیلی وضعیتش بهتر میشه. خب حالا بریم ببینیم که چی میشه. از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید. خب بریم هانسی فیلیک هم پیدا کنیم. ببخشید یه ذره طولانی شد، حالا بالاخره پیداش کردیم. خب کت و شلوار این دوتاش یکیه در همون کت و شلوار انتخاب میکنیم. ذخیره بکنیم سری بشیم بسازیم. توی بخش کامنت هم هر ویدیو که هاست مستر لیگ اتمن بعد از این GTA اینا رو بذاریم یک تست بکنیم، شاید ببینم دوست داشتیم. بریم دسته هم ترکیب بکشیم برای بیش از 7 بازم. خب تشتگن کاپیتان و بریم برای اولین بازی. اومد. Well, hello and welcome to everybody who has joined us for what is a very, very special occasion. It is, of course, Super Cup Day, a clash on two mighty teams who were, without question, the greatest contributors. خب کاپو ببینید، این مثلا سوپر کاپ اسپانیا All condensed into this دقت game, and the teams کاسان will داره be aiming to repeat عکس what they میگیره. did last time round خب and demanding of themselves every ounce of focus. بریم برای اولین بازی. باید لوکاس واسکز چه دفاعی میکنه. آراخو و سای کانسلو بشاید میفرسته برای تورز چه داری نزد، ولی متاسفانه ویکشام مادر نشد، به جایی نرسیده این کار. تا 30 خورده 1404 ببینیم به کجا میرسیم. به امید خدا میخوام کیفیت ویدیو رو هر چه بهتر بکنم و گاه خود میخوام به ندرت کیفیت ویدیو رو بالا ببرم تا شما بیشتر لذت ببرید و خیلی چیز نباشه دیگه، مثل الان یه ذره کیفیت پایین و اینا. ببینیم یه سال دیگه چی میشه. وای خوب این کورتوا تو پیزیسته که عجب چیزی بود. سیوس جونیور و بازم با دوی جواب افتاد، ولی برمیگردیمش. گاوی و پدری لواندوفسکی وای چه تیر زد. تموم شد. خیلی بد بود، انصافا خیلی بد بودیم. نیمه دوم یکی دست پدر ما رو در پدر ما رو
قشنگ در آورد. بفرست بابا، برو دیگه. شو میکنی؟ چی میکنی؟ یت و با بفرست چی؟ دقیق تلفظ خطا خوب، خطا تو منطقه خوبی. میتونی یک کاری بکنی کی؟ روی رافینیا خطا رو بامده خوبه. اوه ما ماسک دیگه توی تیم نبود، ولی یه ذره کم کار کردیم. شما برای فرانک دیانگ آراخو بابا خطا رو نداری، افساید دیگه. چی دیگه، داوری خیلی داره به نفع میده. به نظرم تیمو بکشیم بیرون، ولی خب دیگه این اجازه رو به من نداره شرکت کنم. چیز زدم دهنشو سرویس کردم، خطا نمیدونم. اوه شت سریع خودش جلو داد بزن تمام. بذار توپو بزن. چه پاسکاری خوشگل، 3 تا پاس یه گل زد. نمیدونم باگ چیه، دروازه من میاد جلو، خیلی چیز نیستم مثلا بزن دوم. اوه چیو گرفت؟ تیر بوده گرفت بکنم گرفت، نه تیر. آقا یک برای دفاع آراخو چه خیلی وقت تکنیکه. چی نمیسن شو بازی اول چه گفتم قهرمان از دستمون رفت. برو برای گلافن گوشی من الان خاموش شد. اتفاقا همین ویدیو رو بدون شعره بدیم بیرون، از ویدیو بعدی چیز کنیم، چرا رو داشته باشیم. و گوشی همین الان خاموش شد، شارژش رو در آوردیم. میفرسته حالا تشتگیم میفرستم برای لیوا و گل مستقیم 2 رئال مادرید 2. همه چی زده. بازم تشتگیم، بازم پاس اول تشتگیم داد. تشتگیم اصلا میده و
لوپز، امباپه برای وینیسیوس. حاجی گله رو فکر کنم خورد، نه نخورد، شد داور خطا نگذاره خیلی شد خطا. یس، موقعیت خوب رو داریم. یا ما یه ذره منحصر بود یا کلش یه ذره باید بود گل هم باگوینه بخوره احتمالا با همین نتیجه ما قهرمان میفرم. شد تعریض انجام دارم. چی گلی زده یاما لمیانه یاما دستار باز میکنه بازی 2-0 به نفع ما میشه. عالی بود آجی، بالاخره توی بازی جدا افتاد. یعنی جدا افتاده که نمیدونم خیلی دیگه بهتره میشه و پیشی گرفت. اصلا به دروازه خیلی میکنم بکشیم عقب شلو بکنه نمی این تلافی بازی قبل کیو زدن مثل آراخو بکنم مصدومم شده چند بار زدنش وقتی تلافی بکن ولی دیگه ما اولین بار زدیم مصدومش کردیم بردیمش بیرون. البته نمیشه گفت مصدوم چیز و این از سومش و تمام میشه کار راه آمد. تقریبا ایکای گندوغان بازی سه جوهر در مجموع 4 داره نفی بارسلونا. اینه فان شیر بچه های بارسا میکنیم و تمام قهرمانی بارسا اولین جام هانسی فلیک دست میاد. گفتم دو یک کنیم تو نوکر بزنیم انجام شد.
خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با هم بودید. اگه تا اینجا ویدیو حال کردین ساب کنید، اگه حالا نکردین هیچ مشکلی نیست، هم که ویدیو رو خودش خیلی ویدیو رو لایک کنید، خیلی خوشحال میشم که چون خیلی به من کمک میکنه لایک ویدیو. اگه کمی کفته با بزرگی خودتون ببخشید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون. پیس.